چطوری بتونیم بر اساس تواناییمون شغل مورد نظرمون رو پیدا بکنیم؟ پارت 1. خب اول از همه برای اینکه بتونیم شغل مورد نظر خودمون که در اون شغل بتونیم هم به درآمد خوب برسیم، هم اون احساس امنیت و آرامش رو تجربه بکنیم، اینه که بفهمیم که ما بر اساس چه توانایی‌هایی خلق شدیم. این ذهن ما، این هوش ما توانایی درک چه مسائل و موضوعاتی رو داره. اصلا مهم نیستش که آیا ما در اون شغل سابقه کاری داریم یا نه. مهم اینه که ما توانایی انجام اون کار رو داشته باشیم. برای مثال IQ یا هوش درک مسائل پیچیده هستش که این میتونه شغل‌های مثل مهندسی، ریاضیدان، فیزیکدان، برنامه نویسان رو برای شما به وجود بیاره. بعدی EQ هستش، یعنی توانایی و هوش احساساته، توانایی درک احساسات بقیه که مشاغلی مثل روانشناسی، مشاوره، منابع انسانی، مربی، معلم رو براتون به ارمغان بیاره. بعدی SQ هستش، یعنی توانایی مذاکره و صحبت کردن، چیزی که البته خود من هم دارم. یعنی که مشاغلی مثل وکالت، سیاست، سخنرانی و همه اینها رو طرف میتونه داشته باشه. یعنی که اگه شما ساعتها توی یک جلسه باشید و بخواید مذاکره بکنید خسته نمیشید. دیگه به غیر از مواردی که عرض کردم خدمتتون، چیزایی مثل هوش بدنی، هوش موسیقی، هوش زبان شناختی و هوش‌های مختلف هستش. نکته مهم این که حالا ما چجوری بفهمیم که این هوشایی که گفتیم رو داریم، کدومی که از اینا رو در واقع داریم. یه سری تست‌های طراحی شدن که شما اون رو انجام بدید به شما میتونه دقیق بگه که مثلا این مقدار IQ دارید، این مقدار SQ دارید، این مقدار EQ دارید و حتی مثلا چه شغلایی براتون خوبه. یعنی اونا رو کامل بهتون میگه که یکی از این تست‌های معروف تست MBTI هستش.